ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم. برادران و خواهران عزیز، اینک در پیش من چند سوالهای انتظار جواب هستند که این سوالها هم از پیش شما هم. من انشاءالله نوبت به نوبت برای شما جواب میگردانم و از الله مهربان همیشه گمانم همین است که هر چیزی را که گوش کردین به موافق آن دعا کنین که خداوند توفیق عملش نصیبتون گرداند. میایم به سر سوال ها. بابای حاجی، من در مهاجرت می باشم. از سبب بیماری معدم طبیب گفت که در 1 سال 2 مرتبه 1 قاشقی سپیرت با 1 نمود روغن استعمال کن. بابا جان، من میدانم که سپیرت حرام است. اگر از روی ضرورت استعمال کنم گناهگار می شوم. ما برادران عزیز حدیثی داریم از پیامبرمون صلی الله علیه و سلم که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. هر چیزی را که خدای مهربان وقتی که حرام گفته باشد میگه در او شفا را هم نگذاشته است. یعنی ما هیچ وقت باید اعتقادی بر این نداشته باشیم که در حرام کرده های خدا شفا هست. در حرام کرده های خدا یگان فایده بر جسم ما و شما هست. ما همین باید اعتقاد نداشته باشیم. چگونه که حدیثی را که من برای شما خواندم. از این لحاظ الله را من بسیار سپاسگزاری میکنم که برای بیماری های امروزه ما تمام نوع دارو انشاءالله که خیلی امروز طب ما و شما پیشرفت کرده است، دیگر نیازی با از حرام تبابت کردن دیگر در ما باقی نمانده است. بسیاری از مردم هم میبینیم این برادر ما اگر روغن را با سپیرت یک جای کرده و استعمال شد، اگر طبیب برای او توصیه داده باشد، بسیاری مردم هم میبینیم میگن همین سگ بینهایت گوشتش گرمه، یا برای بیماری شوش بسیار مفیده میگه، یا گوشتی جیره را میگن، یا گوشتی سگه را میگن، یا گوشتی خوگه میگن. برادران عزیز و گرامی، الحمدلله رب العالمین، بینین اینها که از حرام های هستند که ما اینها را اعتقاد حلال گفتن در حق نداریم و برای ما اجازت هم نیست که اینها را ما همچو حلال گفته یا گویم هیچ زیانی ندارد گفته وقتی استعمال کنیم. این ده حتی برای ما و شما برادران عزیز اجازت نیست. الله پرده کند که اگر حرام را ما گوییم که هیچ زیانی ندارد، از دین خارج شدن برای آدم مسلمان هست. برای همین من این گفتنی هستم که خدای مهربان اگر ما اینها را همچو گوشت هاشون گویم میجازشون گرم است، گوشتی گوسفند بینین کم میجازش گرمه،
گوشت مرغ ببینین کم میجازش گرمه. گوشت های پرنده های را که خدای مهربان حلال کرده است، آیا اینها را میجازاشون گرم نیست؟ از وقتش مردم تاجیک ما مسلمانی ما برای بیرون کردن خنکی فقط و فقط از گوشت گوسفند، از روغن گوسفند استفاده می بردن. من یاد دارم حتی که با روغن گوسفند پیازهای سرخ پیازی که در خودمان هست بریان میکردن، مادرها فرزندا را میدادن. وقتی که اونها گلو درد میشیدن، سلفه میزدن، وقتی روده هاشون خنکی میگرفت، وقتی که اگر پایه هایی که درد میکرد، میان هایی که درد میکرد، روغن گوسفند میمالیدن، در گرمی او را نگه میداشتن، پیش پیچکاد علاو میکردن. یعنی بهترین طبابت ها بود. حتی صندلی ها داشتیم که در صندلی ها مقصد از چوب زردالو و از چوب توت و از چوب دلانه و از دیگر حتی درخت ها می آوردن می ماندن. مردم پاکاشون دراز می کردن، بالاکاشون بار می کردن، با همون طبابت می کردن. و الحمدلله همون تنیسیتی که همونا داشتن امروز ما تمامی بگیم در اون من دیگه اپتک شدگیه. صدها نمود دارو را استفاده میبریم، توانایی و قوت ما را نداریم. برای همین ما هیچ وقت با امید این سگ و جیره و سغور و یا خوگ و یا مار و حتی تا گوشت ما را توصیه میتن که مثال استفاده کنین. نه برادران عزیز، هرگاهی که ما الحمدلله مسلمان هستیم، در عوض این خدای مهربان برای ما حلال ها را دادگی است. ما از حلال هاش استفاده کنیم. ما بیشتر از همین داروها با طبابت های تاجیکی خود منقطع بیشتر میل پیدا کنیم، انشاءالله باز در اونها با بهتر است. فقط در این حالتی که حاضرین دادن ما گفت، مقصد من با کدام نوع روغن یک قاشقچه یا دو قاشقچه سپیرت عراره کرده و نوشیدنم در کار است، اینم در مسئله های فقهی خودمان آمده است که اگر به شرط همه حلال ها را همین مرد استفاده برد و ولی بیماریش دور نشید، بعدا یک طبیبی که طبیب کوچگی نه، طبیب خواندگی، طبیب معلومات دار، طبیبی که میداند یقینا که همین توصیه‌ای که می داده را داده است در همین طبابت معده هست، انا اینجا دا بعد برادر عزیز با از روی ضرورت بگیم مباح می شود. اینا ما حلال هم نمیگیم، مباح می شود. یعنی با کردنش گناهگار نمی شود. وقتی ضرورت شید بعد اجازت می شود. ولی به هر حال سخنهای پیشتر برای شما گفتم، شما از اینها اول استفاده کنین. از همه اونها که دیگر گویم هیچ بهبودی که نشد، بعد یک طبیب دانا و طبیب خواندگی و معلومات دار که توصیه داد، بعد سخنی را بگیرین. این خیلی نه که من فلانی را شنیدم که همتری میگفت. این حالت ها شما حق استفاده کردن نداره. الله مهربان جمعی بیماری های ما را شفا تیه و خداوند همه ما و شما را باز توفیق هم نصیب بگردانه.